دوستان، شما در کانال بسیار پرافسیو قرار دارید. با ویدیو لایک مون ابونه شو و حتما زنگوله را پخش کن. اگر مشکل نباشد ویدیو را پدیلیت کن تا اینکه دیگر نفرها نیز از این سخنهای ما بهره‌ور شوند. ویدیو امروزه ما درباره یک پسری که جان خود را از بی اهمیتی دختر از دست داد. یک چند وقت پیش پسری بود که دختری را به نهایت دوست می داشت و پسر همراه مادر خود هم صحبت می شود و به مادرش می گوید: مادر جان، من دختری را دوست داشتم و اگر مشکل نباشد رفته او را خواستگاری کنید. مادر باشد راضی می شود و به خانه دختر دار می آید. همین طور با هم صحبت شده خانه دختر دار راضی می شوند. بعد از این واقعه ها پسر هر شب به دختر با SMS پیامک چنین می نوشت: سلام، من تو را به نهایت دوست می دارم و همه خوشی های زندگی را برایت آرزو می کنم. خوابی خوش. همین طور باز هم از بین چند روز گذشت. فردا توی داشتند. ناگهان به تلفن دختر SMS پیامک می آید و دختر باشد به او اهمیت نمی دهد و خواب می کند. فکر می کند که باز هم به مانند پیشتر نوشتجات های دوستت می دارم و خواب خوش بود. روزی توی مادر پسر به خانه دختر دار می آید و با آنها می گوید: خدا جان، توی نمی شود. پسرم وفات کرد. روزی گذشته در نزد خانه شما به صدمه دچار شد. و شما فکر کنید در آن SMS پیامک چی نوشته شده بود. هنگامی که دختر SMS پیامک را میخواند در او نوشته شده بود: جانی من در نزد خانه شما به صدمه دچار شدم. نفس گرفتن نمیتوانم. اگر توانی بیا آخرین بار روی زیبایت را ببینم. برادران و خواهران گرامی، بینید که به اهمیتی به چی روزهای بد آورده میرساند. هیچ وقت به اهمیتی نکنید. تشکر برای دقتتان و تشکر برای دستگیریتان.